باب چهارم در بیان صفت حج و عمره می رود. اکنون ما در بیان صفت حج و عمره در اینجا صحبت میکنیم. میفرماید که الاصل عند اهل العلم فی صفت الحج حدیث جابر مشهور. اصل در نزد اهل علم در بیان آموزش صفت حج حدیث مشهور حدیث جابر رضی الله عنه است که روایت مسلم تحت رقم 1216 است و از جنبستی روایت های صحیح که از رسول صلی الله علیه و سلم روایت شدگی است صفات های زیرین برمی آید در بیان صفت حج. پس از آنکه انسان به میقات میرسد این موضوع خیلی مهم است، این نقطه خیلی مهم است. در بیان صفت حج و عمره دانستن آن بیشتر از مردم از این بیخبر هستند. این رو بگیرید و به دیگران هم برسانید. پس میفرماید از جنبست روایت هایی که در بیان صفت حج و عمره ذکر شده است این چیزها خلاصه برداری کرده می شود. پس از آنکه که انسان بر میقات آن مکانهای مخصوص میرسند مستحب است که غسل کند. اولا تازگی بگیرد، خدا تازه نماید. موی زیر بغل، موی زیر ناف، ناخنها، موی لبها را کوتاه نماید، همه اینا را تازه نماید. و مرد آن لباس هایی که دوخته شده هستند، لباس های عادی که داریم، آن لباس ها را برآورد و پیش از نیت احرام کردن عطر خوشبویی بزند. لباس زیبای خوشبویی که از ایزار و ردای سفید است آنها را پاک بپوشد، تازه بپوشد. و برای زن هر لباسی که برایش مناسب است غیر نقاب و دست پوشک اینها برای زن احرام میشوند، احرام بندند. و مرد باشد در این حالت آن ایزار و ردایی که میپوشد دو کتفش را با ردا میپوشاند و سپس نسوک انتخاب کرده را با زبان میگوید. افراد است یا قران است یا تمتع است. بهتر آن است که هنگام سوار شدن با وسیله های همو سواری بر ماشین است هر چی که باشد در به سوی حج رفتن، به سوی سفر کردن، هنگامی که از میقات شروع نماید اگر ترس دارد که چیز مانع تمام شدن نسوک اون میگردد، بیماری یا که بخطری، الحمدلله بخطری که نیست، نه که بیماری یا که راه مشکل بودن راه و غیره، در اینجا اشتراط شرط میتونه که بگذارد. چی میگوید؟ میگه محل حیث و حبستنی، حلال شوی من آنجاست که مرا باز میدارد. اگر که بی ترسید که من حج کردن نمیتواند، احرام پوشید، همه کارو کرد، یا که اگه بیماری دیگر حالت باشد، پس در اینجا این قصد رو باید بکند، این قصد رو باید بگوید. یعنی که حلال شوی من آنجاییست که مرا باز داشتی، از آنجا باز داشت، از همونجا باز میتونه بس پس شروع نماید. یعنی اگر باز داشته شدیم به یگم جنایتکاری از احرام خارج میشوند و دیمباره آن کارو انجام میدهند. دوم احلال و تلبیه میگویند. در این حالت بهتر است که رو به سوی قبله کرده بگوید اللهم هذه حجة لا ریاء فیها ولا سمعه. ای الله این حج است از برای تو بدون ریا و بدون خودنمایی و بدون سمعه، بدون شنواندن به مردم. این را میگوید بعد پوشیدن احرام و سپس تلبیه را آغاز میکند و آوازش را بلند میکند. میگوید اللهم لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمه لك والملك لا شریک لک. این ذکرها را میگوید، رفتن میگیرد در راه. معنیش این است که پروردگارا حاضرم و اطاعت کننده ایم. ای الله حاضرم و اطاعت میکنیم تو را لبیک میگوییم، شریک نیست تو را و تو را اطاعت و فرمانبرداری میکنیم. حمد و ثنا و حمد و نعمت و پاداش از آن توست، شریک نیست تو را. و از صحابگان آمده است که میفرمودند لبیک ذا المعارج لبیک ذا المفاضل. لبیک ای صاحب مرتبه های بلند، لبیک ای صاحب نعمت های فراوان. سپس بر مکه وارد می شود و طواف می کند. هنگام رسیدن به مکه غسل کردن مستحب است، چون راه طولانی است، انسان شاید خسته شود، بدنش جزیر شود. و برای طواف شرط اولی اساسی این وضو گرفتن است. برای طواف شرط اولی اساسی این وضو گرفتن است. و طواف قدوم میگویند این را. در اینجا مرد کتف راست خود را آشکار میکند، کتف راست خود را میکشاید و کتف چپ خود را با آن ردایی که دارد میپوشاند و در آنجا بسم الله میگوید، الله اکبر میگوید و سپس استلام و بوسیدن. اگر تواند امو حجر الاسود که هست آن را مستقیما ببوسد، بوسه کند، سنت است. اگر نتواند با دست لمس کند و دست را ببوسد. اگر هم این را نتواند با سنگ اشاره کند. در این هنگام ولی دست را دیگر نمیبوسد، و هر دوره که میزند تکبیر میگوید. هر دوره که میزند در اطراف کعبه تکبیر میگوید و در هنگام رسیدن به رکن یمینی میگن، همون قسمت یمینی، قسمت راست که هست، آنجا را لمس میکند، میقپد. بوسه نیست، در اینجا دیگر بوسه کردن نمیشود. اگر آن را دست رسانه نتواند اشاره هم نمیکند دیگر و تکبیر هم نمیگوید.
و در اینجا دعای هست بین این دو رکن یمنی و آن سنگی که در آنجا هست. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. میگی پروردگار ما در دنیا برای ما نیکی عطا فرما، در آخرت برای ما نیکی عطا فرما و ما رو از عذاب آتش نگاه دار. سوره بقره آیه 201. و در باقی مانده طواف هر دعایی که میکنه دیگر دعا کردن گیرد. سپس تیز قدم زنی برای مردان در 3 دور اول تیز حرکت میکند و در 4 دور باقی میتواند آهسته‌تر حرکت نماید. در این 7 دوری که انسان طواف میکند دور میزند، هر دو کتف خود را پوشیده نگاه می‌دارد. سپس نزد مقام ابراهیم می‌رود، چون الله می‌فرماید واتخذوا من مقام ابراهیم مصلی، و از مقام ابراهیم جای نماز بگیرید. یعنی در آنجا 2 رکعت نماز می‌گذارد اگر شرایط توان باشد، امکان باشد. در رکعت اول سوره کافرون را می‌خواند بعد فاتحه و در رکعت دوم بعد فاتحه سوره اخلاص را می‌خواند. اگر در پشت این مقام ابراهیم نتوانست، در هر جای مسجد نماز می‌گذارد، 2 رکعت نماز. و این طواف برای مفرد تنها گذار یا که قارین میگویند، یا که طواف قدوم برای عمره کننده طواف عمره. و سپس اگر این کارها را انجام داد، سپس از آب زمزم می نوشد و در سرش می ریزد. اگر سپس بعد این برایش میسر گشت، سنگ سیاهی که هست با آن سنگ چیز سلام می دهد. و سعی بین صفا و مروه، سپس با سوی صفا و مروه برمیگردد، می رود. الله می فرماید که ان الصفا والمروه من شعائر الله، بدرستی صفا و مروه از شعارهای بزرگ الله هستند. و در بین این صفا و مروه دویدن، بین صفا و مروه کمی دویدن یا که تیز راه رفتن و در آنجا رو به قبله ایستادن، دستان را بالا برداشتن، 3 بار الله اکبر بگوید. سپس میگویی لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده انجز عبده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده. این کلمات رو سپس در آنجا میگویی که معنیش چنین است: اله جز الله نیست، او تنهاست، شریکی ندارد، پادشاهی از آن اوست و حمد از آن اوست و او بر هر چیز قادر است. اله جز الله یکتا نیست، او تنها است، وعده اش را اجرا میکند، بنده اش را یاری داد و گروه های دشمن را تنها شکست داد. این را 3 نوبت 3 بار تکرار میکند. بعد سپس دعاهای طولانی همه نماید. سپس از طرف مروه پایین می شود، با صفا رفت، با مروه رفت، از مروه با پایین با می خنبد. آن اشاره های سبز در نزد آن اشاره های سبز تیز می دود، تیز راه می رود. برای زنان این لازم نیست، برای مردان است این. و همچنین بر صفا و مروه در اینجا عمل می کند. 1 بار رفتن آمدن این را 1 دور می گویند. 1 بار از صفا با مروه رفتن برگشتن این را 1 دور می گویند که این 7 دور باید انجام بیابد. بین این اشاره های سبز در اینجا با تیزتر می دود. بارک الله فیکم. پس از روز 8 ذوالحجه تحلل میگویند برای متمتی، برای عمره کنندگان روز ترویه میگن، روز 8. متمتی عمره کننده پس از انجام سعی عمره مویش را کوتاه میکند، از احرام دیگر خارج میشود، لباس های عادی خود را دیگر میپوشد و روز ترویه باشد به جای خود در مکه احرام حج میبندد. بارک الله فیکم. پس غسل میدراند و تازگی را اهمیت میدهد، تکرار میکند و هنگامی که به سوی مینا میرود، مکانی هست مینا، لبیک گویان به آنجا میرود. در آنجا نمازهای 5 وقته را میخواند و نمازهای 4 رکعته را قصر ادا میکند بدون جمع کردن. و در روز 9 روز عرفات میشود، صبح 9 عرفه به عرفات حرکت میکند. اگر توانست تا زوال در نمیره میگویند مکانی نازل میشود، میفراید، خوب است آنجا. پس از زوال امام یا نائب امام خطبه کوتاه میکند در آنجا و سپس ظهر و عصر را جمع و قصر کردن میخوانند در وقت ظهر و در آنجاست که به داخل مرز عرفات قرار میگیرند. باید همه حاجیان مطمئن باشند که در داخل عرفات در اینجا قرار گرفتگی هستند در این روز 9 و رو به قبله می ایستند و دعا میکنند، تلبیه میگویند، لبیک میگویند و حمد میگویند و ذکر یاد پروردگار رو میکنند با فروتنی. و از افضل ترین ذکرهایی که در اینجا میشود لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدیر است که ترجمهش کردیم. و در این روز عرفه برای حاجیان بهتر است که روزادار نباشد تا برای این عبادت قوت بگیرد و تا غروب آفتاب در آنجا وقوف کند، با تواضع بماند. از عرفه سپس به مزدلفه، پس از آن که آفتاب غروب کرد به آن جایی که سکونت می‌نماید روانه شود، تلبیه گویان تا مزدلفه رود، جای مزدلفه. در آنجا نماز مغرب و عشا خفتن را 1 جا جمع می‌خوانند، قصر یعنی. برای آن کسانی که ضعیف هستند، ناتوان هستند، برای آنها جایز می‌گردد که شبانه در آن مزدلفه از مزدلفه برویند شبانه.
و برای قویان کسانی قوی هستند میتوانند در آنجا باقی بمانند و پس از آن که فجر صبح میدود رو به قبله نمایند و حمد ستایش پروردگار را بگویند و تکبیر بگویند و تهلیل بگویند تا روشن شدن آفتاب، تا روشن شدن روز. اگر که آفتاب دمید سپس به آن مکانهای خود، مکانهای سکونت مینامند، به آنجا برمیگردند و در راه هنگام در راه رفتن به سوی سکونت خودشان در آنجا 7 بار سنگچه میزنند، شیطان را سنگ میزنند. روز نحر 10 ذوالحجه می شود، عمل مینا و قرار میگیرد. هنگامی که انسان ها میرسند به جمرة العقبه میگویند، اما سنگزنی عقبه 7 سنگ میپرتویند. با هر سنگ پرتوتن تکبیر میگویند. در اینجا دیگه تلبیه نمیگه، فقط تکبیر میگویند. سپس در اینجا حدی آن قربانی خود را ذبح مینمایند و مستحب است که از آن بخورند. سپس تراشیدن سر را میتراشند یا که کوتاه مینمایند. سپس به عرفات، سپس به حرم، عرفات گفتم، بعد به حرم، بر مکه یعنی بر مسجد می روند. در آنجا طواف افاضه میگویند، طواف زیادتی می نمایند. برای عمره کننده یا که سعی حج، برای مفرد و قارین اگر سعی با طواف قدوم انجام نداده باشد، اکنون باید در اینجا سعی میکند، در اینجا سعی میکند. پس سنتی با ترتیب: یکم رمی پرتوفتن سنگ ها، دوم ذبح، سوم تراشیدن سر یا که کوتاه کردن آن. اما اگر یکی بر دیگر پیش انداخت، بر حجش ضرر نمیرساند، بر حجش ضرر نمیرساند. و سپس ایام تشریق می شود، روزهای تشریق می شود، 11ام، 12ام و 13ام. در 11ام و 12ام در مینا شب گذرانی میکند، این واجب است. در 11ام و 12ام، شب‌های 11 و 12 و روز 11ام و 12ام 3 جمره را میپرتوید، یعنی 3 سنگ پرتویی که هست. از صغرا، از خرد، از کوچک آغاز میکند. سپس وسطا میگویند سنگ پرتویی میانه، سپس سنگ پرتویی کبرا، جمرة العقبه میگویند سنگ پرتویی کبرا. و وقت این سنگ پرتویی از زوال آفتاب تا طلوع فجر شروع می شود و پس از رمی صغرا یعنی که سنگ پرتویی خرد و کمی به طرف راست پیش می رود و رو به قبله می ایستد، دستان را بالا کرده دعای طولانی می کند و بعد از رمی وسطا سنگ پرتویی میانه کمی به طرف چپ می ایستد، رو به قبله کرده دستان را بالا نمی نماید، دعای طولانی می کند و سپس بعد از سنگ پرتویی بزرگ توقف برای دعا نیست دیگر، در اینجا دیگر دعا کردن میگیرد. بخواهد تعجل کند، یعنی که زود این کار انجام بدهد، باید روز 12ام پیش از غروب آفتاب از مینا خارج شود. اگر آفتاب در مینا بر او غروب کرد و او انسان حاجی اختیارا در آنجا بود، پس شب 13ام برای او شب گذرانی واجب میگردد. یعنی که 12ام شب 12ام در آنجا باقی ماند، اگر باقی ماند پس برایش لازم است که روز 12ام در آنجا باقی ماند، شب 13ام در آنجا هم باقی بماند. سپس طواف وداع میگویند، طواف وداع. همه این کارا را اگر انجام داد هنگام قصد خروج برآمدن از مکه، طواف وداع بار دیگه برمیگردد، در آنجا طواف وداع میکنند. طواف وداع را واجب میگویند، واجب است. آخران ارتباط با خانه الله سبحانه و تعالی طواف میکنند، اینجا طواف میکند. و زنی که در حال حیض است یا که نفاس است از این ساقط میگردد، برای وی طواف وداع واجب نیست. اما برای مردان یا که زنهایی که مثلا در این حالت نیستند، برای آنها طواف وداع آخران طواف با کعبه لازم میگه که این طواف رو باید انجام بدهند. بارک الله فیکم.